سال 1946 دیگر رهبری جمهوری تاجیکستان شدن تاجیک اجازت ندادن. بنابراین ما بین شیرینشاه و تیمور و غفوروف 3 تا رهبری از اونجا اومدگی داریم. چون گفتن که اینا اگر تاجیک مونی با هم مکتوب میکنن که ما استقلال موجه زبان الف باشه دیگر کردن که دیگه فراموش کنه استقلال. و ببینید که جنگ بزرگی وطنی شد. تاجیک‌ها از همه زیاد قربانی دادن، خدمت کردن، گویا که همون نسل استقلال خواه تمام شد. شوروی باوریش 100% شد. بگفتن که بیا امی از خودشان یک راهبر میونیم. استاد غفوروف، همین غفوروف اولین راهبری تاجیک بعد شیرینشاه و تیمور است. یعنی در این میانه نداریم دیگه. غفوروف موندن خیال کردن که اکی خیلی در شوروی کلان شده، این بخورای ندیده، این انقلاب ندیده است، این موضوع تمام جنبه شد. میبینی با غفوروف میاد تاجیکان هم نیست. نوشتن تاجیکان هم یک شورش سیاسی است، این یک قیام است، این فقط یک کتاب نیست. در همون زمان چقدر جرأت در کار، یعنی که اندیشه استقلال نمیرد از بین. بنابراین که مزرعه وفا بود کنار تو، امین، که خزان نمیرسد به نوبهار تو. یعنی تو یک کشوری همیشه بهار زیبایی هستی که هرگز می خزان نمیتونه بر تو غالب شود. 4 فصل این طبیعت زیبا. ولی من فکر میکنم که چون سرود ملی است، بازم همون مسئله این است که انمین شکوفایی، خوشبختی، ثبات، امنیت و استقلال تو رو کسی خلالدار کرده نمیتواند. به معنی خزان نمیرسد به نوبهار تو، یعنی این عمر جوان، دولت جوان تو رو کسی خلالدار کرده نمیتونه. یک آمال مؤلف و آرزوی همه ما. و در دوامش که پیاجیب میگه کی مزرعه وفا بود کنار تو. انیشه شهر میتیم مزرع یعنی کشتزار، یک زمینی که اونجا چیزی رو کشت میکنیم، مزرعه. اما گفته است مزرعه وفا. این هم بسیار اینجاش عباره بسیار ادبی، تشبیه بسیار جالب است. این میگه که این سرود ملی از سنت‌های بدیعی هم خالی نیست که مزرعه وفا بود کنار تو، یعنی که سرزمین تو، خاک تو جایی است که کشتزار است که از اونجا وفا می روید. یعنی مزرعه وفا. از این خاک وفاداری، از این خاک عهد و پیمان، از این خاک چی می روید؟ یعنی وطنداری، تعهد. خزان نمی رسد به نوبهار تو کی؟ یعنی زیرا کی؟ یعنی باوری این که خزان نمی رسد به نوبهار تو، میگه چون کی این خاک تو باز هم فرزندای بزرگی می آفرد که تو رو حمایت کنند. و ببینید استاد لایق چی میگفتن که خلق به فرزند عالمگیر نیست، باز یابد مادری تاجیک فرزند دیگر. گفتیم چرا باوری داره که خزان نمیرسد به نوبهار تو؟ چون میگه تو به صاحب نیستی. اینجا فرزندان هستند که در لحظه های لازمی هر یک نمی جوان بشد لیدر. اینا ما از کجا میدونستیم که امام علی رحمان هست؟ این را نمو بحران رو آورد. استاد رودکی چی گفتن؟ اندر بلای سخت پدید آید فضل و بزرگمردی و سالاری، یعنی فضیلت، لیدری. سالاری یعنی لیدری، رهبری، صفتای لیدری در وقتی بلای سخت، در وقتی پرابلم، در وقتی مشکلات رو میزنه. و برای همین میگیم که اندر بلای سخت پدید آید، در وقتی مشکلات معلوم میشه که گردش چقدره. و حتما از این ملت کسای پیدا میشه که از این مزرعه وفا یکم وفادار میروید. چون استقلال از یک لحظه ای را بگم که دوره برقراری جمهوری تاجیکستان این سال 100 سالگیش است. ما چهره هایی داریم مثل نصرت الله مخزوم، شیرینشاه و تیمور، عبدالقادر محیدینوف که کشته شدن. اگر تاریخی کشته شدن اینا رو ببینید، اینا هم یک چیز میخواستن که
دولت ملی، زبان ملی، استقلال و 8 قرار نصرت الله مقسوم است درباره таджикизация государственного аппарата. همخه قرار است таджикизация государственного аппарата. یعنی میگه که شما در تاجیکستان وقتی خیلی بود همین سال 24 25 26 تا 90% هیئت رهبری کننده از مسکو و تشکیل اومدگی بود. یعنی فقط نصرت الله تاجیک بود و یا 4 5 کس، حتی وزیر داخله، وزیر امنیت، وزیر قدرتی. تو سالای 60 یگان وزیر قدرتی تاجیک نداریم. این کتاب استاد رازق زاده هست، وزیران کارهای داخلی تاجیکستان. اولین وزیر کارهای داخلی تاجیکستان سال 1954 استاد غفورов مانده است، تاجیکه. بنابراین اجازت نبود. و چه گفتنی بدم؟ امین نصرت الله مقسوم ده اوکاز میکنه از اینجا شکایت که این میخواد تاجیکستان زبانی تاجیکی شود. سال 1926 50 نفر فرستادگان مرکز یک مکتوب نوشتن به نام چیچرین. چیچرین اون وقت وزیر کارهای خارجه اتحاد شوروی بود و بعد چی بود؟ رئیس کمیسیون ملت ها. یعنی با من نوشتن که رفیق چیچرین ما یا فرستادی که روی در تاجیکستان کار کنید. ما آذری، یهودی، نمیدونم تاتار از ملت های گوناگون سر آمدیم که تاجیکستان اسازیم. ایجاد یک مردک از با نام نصرت الله مقسوم میگه حسابات تا به تاجیکی بیار، تو تاجیکستان آمدی. بعد میگن حکمش تیری تایی ناسیونالیست بدهی. چون او گفته که برادر عزیز ما دولت تاجیکی ساختیم، تو اینجا اومدی کار که یک معلم گیر، یک کورس گذار تاجیکی را یاد گیر، حداقل حسابات سالانه تا ماهانه به تاجیکی من ده بیار. من رهبر دولت تاجیکان هستم. مثل همون لایس یعقوب سفاری گفته بود که در نزد من به تاجیکی گپ زد. این همین در همین شدگی است، مکتوبش از ما نمیدونیم فقط. و اخیرا استالین به داد میگه که اینو از اندیشه استقلال دست نمیکشند. نصرت الله را عوض میکنه، شیرین شاه را میارد. شیرین شاه که نسبتا به روسا نزدیک بود از نظر همو تربیت اتریاد روسی خارق و اینا و خیال میکنه که شیرین شاه بیاریم خیلی دیگه استقلال نمیگه. با شیرین شاه رو میاره، اینم داره مخط. همین 5 مکتوب شیرین شاه شاه تیمور است که این ایجاد چقدر تاجیک است، دولتی ما کجاست. استالین بعد خلاصه میگه که اینو این تاجیکا از اندیشه استقلال دست نمیکشند. یعنی مزرعه وفا شرط شده که چرا میگه مزرعه وفا. بعد یک فرمانی امید ای فرمانی چنگیز خان هم سخت‌تر است که با یک فرمان 114 نفر رهبریت جمهوری تاجیکستان قتل کرده است. مثلا فرمان خلاص که 111 نفرش پرونده شود، 3 نفرش بدرغه. این عباس علیف اینو بدرغه شده. مثلا چینار اماموف و چی بزرگی داشتن در روی خط هست. نصرت الله مقسوم و شیرین شاه شاه تیمور بر روی خط علایده اند. ولی انا که ببینید در یک روی خط سروزیر، موینوی سروزیر، همه وزیرها، همه موینوی وزیر، همه رئیس ولایت، همه کسی که عقل و تمیز و سواد داشت در یک روی خط جا کرده است، در بالاش نشسته است پرونده شود. تمام رهبریت جمهوری سال 1937 و همین روی خط ولی چاپ شد. انا ببینید یعنی او گفته است که همین نسلش نست کنیم، اینا شاید از همین اندیشه استقلال کنار میرن. ایده امین بعد پروندن از سال 1937 تا سال 1946 دیگر رهبری جمهوری تاجیکستان شدن تاجیک اجازت ندادند. بنابراین ما بین شیرین شاه شاه تیمور و غفورov 3 تا رهبری از اونجا اومدگی داریم، ارمنی و تاتار و یهودی 3 تا. چون گفتن که اینا اگر تاجیک مانی با هم مکتوب میکنن که ما استقلال ما یک زبان الف باشه دیگر کردن که دیگه فراموش کنه استقلال. و ببینید که جنگ بزرگی وطنی شد، تاجیک‌ها از همه زیاد قربانی دادن، خدمت کردن، گویا که همون نسل استقلال خواه تمام شد. شوروی باوریش 100% شد. بگفتن که بیا امی از خودشان یک راهبر میونیم. استاد غفورov، همین غفورov اولین راهبری تاجیک
بعد شیرینشاه شد تیمورز. این در این میانه نداریم دیگه. غفورов هموندن خیال کردن که این خیلی در شوروی کلان شده، این بخارای ندیده، این انقلاب ندیده است، این موضوع تمام جنبه شد. میبینی با غفورov میاد تاجیکان هم نیست. یعنی که اندیشه استقلال نمیرد از بین. همین مزرعه وفا نیست که وقت فکر میکنن که با اومدن غفورov همون قضیه استقلال و ملت و تاجیک و تمام این آدم خودمون ای اومد با از اونورم بالاتر در سطح علمی جوانی اومد باز تاجیکان نیست نخواهی میانه دا گذاشت. همچون نوشتنی تاجیکان هم یک شورش سیاسی هستین، یک قیام است، این فقط یک کتاب نیست. در همون زمان گفتن که ننگ و ناموس برای نام و ننگی ما چقدر جرأت در کار. برای همین غفورov با بعدی هم موقع کشتن ها که گویا غفورov بعد هر روز همین کسای پیش از او شده شیرینشاه نصرتالله مقسوم پیش روش می بودن که اگر یک حرف زیادی گم منم همونجا میرم، لیکن همین ریسک کدن نوشت تاجیکانه و چوب کرد با چی راه ها. بنابراین که مزرعه وفا بود کنار تو امین که یعنی که تمام نمیشه. و بازم میگم چی؟ زنده باش ای وطن تاجیکستانی آزاد. یعنی بندی دو